یکی از رسمی آیین‌هایی که در بخارای شریف هست، ما مردم هم تا عادت داریم با غذا پخته کردن و غذای کشیدن، از همون دیگش کشیدن و تو میز آوردن. بسیار همین تو نازک هستیم، بسیار به این چیز جدی نگاه میکنیم. حتی نه فقط زنا، مردو در این باره در بخارای شریف بسیار جدی نگاه میکنن. مثلا وقتی غذا رو پخته میکنن، هیچ وقتی این کفکی که در بالایش از گوشت مثلا موندنش ممکن نیست، باید دور انداخته شود. من که خیلی نوارها میبینم با هم کفکش میپزن، ما میگیم این تو غذا دیگه یک چیزی گنده نمیگیم اینجا. مقصد نمیشد اون چیزا نمیخورن. باز غذا وقتی پخته میشود بق 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 نمیپزد. هیچ این تو غذا نیست در جای ما که بق بق پخته شود. مثلا من در ترکیه دیده بودم، هر چیز میانداختن بسیار آتش بلند میکردن، بقره بقر پخته میشد. مثلا این چیز در رسم و اینهای ما نیست، ما هیچ ندیدیم. یعنی کسی اگر پتکی در خونه نپزد ما نداریم. خب باز وقتی اون غذا پخته شد، کشیدن هم یک صنعت دارد. مثال وقتی ما غذا رو میکشیم از داخل همین دیگ، یکم شده اگر اون شوربا است، یعنی همون سوپ. چرا سوپ میگی تا نمیفهمم در فارسی. سوپ این روسی است، حیران میمونم از کجا به شما این چیز آمده است. مقصد شوربا، وقتی شوربا هم میکشیم، همین استکش یکم همین کم گوشت دارد، یا که همین نه یکم، یعنی یک محصولاتی که در تکترش است، هر چیزش میکشیم در کاسه، در چقورتر، یعنی یک مشقاب می کاسه می در کاسه میکشیم و در بالایش آبش میاندازیم، آبش هم از تکترش میگیریم میاندازیم و در بالای این غذا همون روغن یا که چی میگه یعنی خوشرویش در بالایش جمع میشود غذای، از همون میاندازیم در کاسهش. بسیار خوشرو، بسیار بامزه، بسیار همین تو نرم غذا میکشیم، نه زیاد نه کم. باز یک عادت دیگر داریم ما، در نزد هر کسی باشد، مهمون هم باشد، ای تو لگان لگان اینی میتوانیم ای تو طبقه بزرگ بارده غذا نمیمونیم. بعد با مهمون چی میگه کف که روی بزرگ نمیتیم که اون مهمان خودش غذا بگیره. این کارا هیچ وقت نمیکنیم. این نشانه مهمان کار فرماندن است و نو احترامی میباشد. با همین خاطر ما چیکار میکنیم؟ با هر کس مثلا ما وای داریم، یعنی ترتیب تنظیم داریم. یکم غذا داریم، دوم سوم غذا داریم، دویم. حتی روزا میشد در خانه هم همینطور هستیم، به غیر از که مهمان باشد. مثلا یکم غذای یکم میباشد مثل سوپ یا که شوربا، همون آبگوشت کمی که، دویمش میشه یک چیزی غوصتر، منتو مثلا. باز یک سومش مثلا یک چیز دیگره. همیش در پیش کسی با مقداری که خودش میخورد اینطور آورده مونده میبرایم. برای ما این سختی نیست. زنای ما، خانمان ما فرقی نداره چقدر مدرن هم باشد، این ترتیب تنظیم دارد. خوب این چیزا بسیار سخت است. من اگر حضور فکر کنم در بخارای شریف، حتی خشتبروی ما هم حتی هستن، حتی مردم هستن، با این چیز بسیار اساس هستن. با غذا پخته کردن، در سری میز موندن و چی میگن، حتی شاید تا خوردنش. مقصد بسیار در این موضوع اساس هستیم. خب باز چیز دیگری یاد کنم اگر بسیار مهم باشد، حتما در نوارهای دیگرم گفته میروم.